پیش 25 دکبر سال 1991 ایالات متحده آمریکا استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت. 14 فوریه سال 1992 کاتب دولتی آمریکا جیمز بیکر از دوشنبه بازدید کرد و تاجیکستان و آمریکا جهت استقرار روابط دیپلماتی به توافق رسیدند. علیه 13 مارس سال 1992 سفارت آمریکا در دوشنبه در قبایت چهارم مهمانخانه اوستا به کار سر کرد و ماه ایول همان سال اولین سفیر آمریکا در تاجیکستان استنلی اسکودرو به دوشنبه آمد. ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک رسان تاجیکستان به شمار رفته از سال 1992 تا امروز به تاجیکستان در عموم به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک‌های بلایوز رسانیده است. آمریکا از جمله به مبلغ 75 میلیون دلار به مردم تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه در شکل غذا، سرپناه، لباس، داروواری، لوازمات طبی و حتی کمک مالیوی رسانیده. تنها به ساحه تندرستی تاجیکستان در این مدت به مبلغ بیش از 230 میلیون دلار کمک رسانیده است. همینطور از سال 1992 این جانب آمریکا به تاجیکستان به مبلغ عمومی 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانیده است. این کمک آموزش، تجهیزات و انفراستراکچور را در بر میگیرد. آمریکا همچنین یکی از پشتیبان‌های اساسی مردم تاجیکستان در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس به شمار رفته. به تاجیکستان به طور رایگان قریب 2 میلیون وایه واکسن ضد بیماری تحفه کرده است. آمریکا همینطور برای رشد دموکراسی، مطبوعات آزاد، حمایت از حقوق انسان را 10 میلیون دلار کمک رسانیده. با مبلغ گذاری آمریکا در تاجیکستان 10 مکتب و بیمارستان ساخته شد. آمریکا همچنین برای تقویت زیربنای اقتصادی از جمله رشته آبیاری و رشد ساحه‌های اقتصادی تاجیکستان، هم کشاورزی، هم صنعت و هم سودا و خدمت رسانی 100 میلیون دلار کمک رسانیده است.